توجه داشته باشین که این نعنا به 3 چیز نیاز داره. 3 چیز. 1 نور آفتابه، 2 کوده و 3 رطوبت داشتنه. در تمام مدت اینا باید رطوبت داشته باشه. نعنا به رطوبت در تمام طول سال نیاز داره، نور آفتاب را حتما نیاز داره و بهترین کودم براش همین کود حیوانی است. میخوام در محیط خونه نعنا داشته باشیم و پونه داشته باشیم و سوسن داشته باشیم یا همون فلفل، نعنای فلفلی هم بهش میگه، داشته باشیم. این رو به این حالت در میاریم، این بلگ ها رو میکنیم، این چند تا بلگ آخرش رو میذاریم باشه. وقتی این کار رو انجام دادیم، تعداد اینقدر به این صورت در آوردیم، بعد یکی از این بطری های کوچیک نوشابه با چاقو برش میزنیم. بعد این بطری رو به این حالت نگرش میداریم و قبل از اون اینها رو برای که سرجم باشه با یه نخم، با همون نخ سبزی میتونی بکنیم. شما اینا رو مثلا این پونه رو اگه درب 100 تا مغازه سبزی فروشی هم برین و 1 میلیارد هم تو جیبتون باشه، پونه ندارم بهتون بدن، ولی میتونین خودتون تو محیط خونه اینا رو به عمل بیارین. این 10 روز 12 روز دیگه ریشه میکنه و این رو ما منتقلش میکنیم بعد از اینکه ریشه کرد به داخل خاک. این نعناهامون بعد از اینکه ریشه کرد میاریم اینجا و داخل این خاک آماده کردیم اینا رو داخل این خاک قرار میدیم. بعد از خاک قرار دادیم، بعد از مدت زمانی اینا تبدیل میشن به این حالت. اینا نعناست. این چیز هندونم توش در اومده ها، ببین یه دونه هندونم کرده، حالا ببینیم چی میشه. بعد خلاص اینجوری و بعدم اینها پونه است. این پونه هم در طول سال ما اینجا پونه داریم، در طول سال حتی زمستان اینا رو توی یک محبطه شیشه‌ای قرار میدیم، همین بالای پشت بوم، به خاطری که نور آفتاب داشته باشه. اینا هم پونه است، این پونه است، این هم پونه است و اینا هم نعناست. شما میتونید این کار رو در خونه انجام بدین.